ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 72-ум. یکی از زدوخوردهای شدیدی ژوژنها با آریایی‌های تورانی، عمیق‌ترش یوییجی‌ها، موافق اخبار سالنامه‌های چینی در قسمت شمالی آسیای میانه سالهای 418 419 روی داده است که بر اثر این نبرد پیشوای یوییجی‌ها سیدالا کیدارا به سمت جنوب حرکت کرده شهری بالا را در موضعهای قرشی اشغال می نماید و در اینجا با هیتاریان و پارس‌ها برمی خورند. سپس ژوژنها به قلمرو خیتای تخت و تاز آورده در طی زدوخوردهای طولانی با امپراتوران چین اقتدار حربی آنها کاهش می یابد. ژوژنها سال 460 ناچار به سمت غرب حرکت کرده اول در وادی تورفان و سپس در خوتن به یغماگری و ضبط‌کاری ها می پردازند. ما در بالا قید کردیم که هیتاریان از کوشانیان دیده امپریای پهناوری را تأسیس داده قلمرو ترکستان شرقی از جمله وادی تورفان، تریم و خوتن را زیر اطاعت خیش آورده بودند. از این لحاظ بر اثر زدوخورد ناگزیری سال 470 هیتاریان ژوژنها را شکست داده آنها را به کناره‌های دوری تیانشان افکندند. باقی مانده های ژوژنها با قبیله های تلیوت آمیزش یافته با نام خانیگری گاوگیوی اتحاد سازمان می دهند و بیشتر به میان روی در داد و ستد ابریشم غارت نمودن کاروانهای سوداگران مشغول می شوند. پادشاه هیتاریان خوشنواز بعد کاملا شکست دادن پیروز و دوباره به تخت نشاندن قبادیک از هنگامه های خصومت انگیز ساسانیان مدتی رهیده سال 496 خانیگری گاوگیوی را کاملا شکست می دهد و آنها را تحت وصایت خیش آورده حاکمی دست نشانش میوات را سروری آنها می ماند. هیتاریان سال 497 قراشر را ضبط نموده با امپریای چین مناسبت مصالحت آمیز را پیش گرفتند و تا جای کاروانهای حامل ابریشم سوداگران چینی و سغدی و باختری را از تاخت و تاز و غارتگری ها ایمن داشتند. در همین دوره به خاطر براه ماندن مناسبت های مصالحت آمیز با امپریای چین هیتاریان طی سالهای 516 520 و 526 چندین دفعه به خیتای جنوبی هیئت سفارت فرستادند. هیتاریان از شرافت مقام جهانی یافتن راه بزرگ ابریشم تدریجاً به سیاست آسایشته و تأمین امنیت و بیخطری راه‌های و سرحدها رو آورده می کوشیدند که با امپریه‌های توانای چین، ویزانتیه و ایران رابطه های مصالحت آمیز داشته باشند. محض به همین خاطر هیتاریان طی سالهای 507 531 به دربار تاب وی امپراتوران چین زیاده از 13 هیئت سفارت فرستاده بودند. محقق ترکشناس گومیلیوف ضمن تحقیق سرچشمه های چینی به خلاصه آمده است که سال 439
بعد شکست خوردن قبایل خونها از جانب قبایل تابه، یک حاکم مطیع خونها با نام اشین همراه 500 خاندان فرار نموده به تحت حمایت ژوژنها می آید. آنها در قسمت جنوبی کوههای آلتای ساکن شده، اساساً به استئثار آهن برای قانع نمودن احتیاجات ژوژنها مشغول می شوند. سرچشمه های چینی خاندان های تابع اشین را توکیو می نامیدند و اصطلاح ترک یوت یعنی ترک ها با سوفیکس جمع‌بندی یوتی زبان مغولی پدید آمده است. Само слово «турк» значит «сильный», «крепкий». Согласно Кононову, это собирательное имя, которое впоследствии превратилось в этническое наименование племенного объединения. Каков бы ни был первоначальный язык этого объединения, к V веку, когда оно вышло на арену истории, всем его представителям был понятен межплеменной язык того времени – сяньбийский, то есть древнемонгольский. Это был язык команды, дипломатии, базара. С этим языком ашина в 439 году перешли на северную окраину Гоби. Предгорья монгольского Алтая, куда попали беглецы, были населены племенами, происходившими от гуннов и говорившими на тюркских языках. С этими аборигенами слились дружинники князя Ашина и наделили их именем Тюрк или Тюркют. Судьба этого слова настолько примечательна и важна для нашей темы, что следует уделить этому сюжету особое внимание. Слово «тюрк» за 1500 лет несколько раз меняло значение. В V веке тюрками, как мы видели, называлась Орда, сплотившаяся вокруг князя Ашина и составившая в VI-VIII веках небольшой народ, говоривший уже по-тюркски. Но соседние народы, говорившие на том же языке, тюрками отнюдь не назывались. Арабы называли тюрками всех кочевников Средней и Центральной Азии, без учета языка. Рашид ад-ад-Дин начал различать тюрок и монголов, очевидно, по языковому признаку, а в настоящее время тюрк – это исключительно лингвистическое понятие, без учета этнографии и даже происхождения, так как некоторые тюркоязычные народы усвоили тюркский язык при общении с соседями. همین طریق چنان که دیدیم موافق عقیده گومیلیوف سرآمدان ترکیوت‌ها همان 500 خاندانی می باشند که در اطراف اشین متحد شده بین همدیگر با زبان قدیمی مغولی گفت و گذار می کردند. ترکیوت‌ها قریب یک عصر تحت وصایت قبایل مقتدر ژوژنها با مراسای و سازش زیسته اساساً به استخراج و گداختن آهن و ساختن اسلحه‌جات برای آنها مشغول بودند. ریشه و ساقه زبان گفتگویی هم ژوژنها و هم ترکیوت‌ها زبان قدیمی مغولی بوده. دیرتر منفعت‌های عمومی تاخت و تازهای غارتگرانه و ضبطکاری‌ها آنها را متحدتر و قرین‌تر می‌سازد. ولی خانگری نچندان طولانی ژوژنها بر اثر نبرد و ضدیت‌های آشکار و نهان با امپراتوران چین، پادشاه هیتاریان و دیگر قبیله‌های قدرت طلب همسایه کشور نفوذ و اقتدار خود را از دست می‌دهد. عاقبت ژوژنها در عهد خاقان زیرک و دوراندیش آنها ترکیوت‌ها بومن در قطار چندین قبایل کوچمنچی مطیع آنها می گردند. از افتکار بومن کاهیدن اقتدار ژوژنها و شکست ناگزیر آنها را در مقابل رقیبانش پی برده ناعیان به تأسیس دادن دسته‌های حربی مشق دیده و مجهز شروع می کند.
استخراج آهن و هنری آهنگری ترکیوت‌ها برای ساختن سلاح مکمل جنگی و رسیدن به هدفهای پیش آمد مساعدت می نماید. در همین وقت سال 545 از جانب امپراتور غربی وی چین ون دی به حضور پیشوای ترکیوت‌ها بومن سفیر برای برقرارسازی مناسبت‌های دوستانه می آید. از بس که امپراتور امپریای شرقی وی گاو خوان در اتحاد حربی با باقی مانده قبایل جوجنها و تاگانها حالتی رقیبش امپراتور غربی وی را تنگ نموده بود، او نیز در نوبت خود در سیمای پیشوای ترکیوت‌ها بومن اتفاقچی می جست. از آمدن سفیر کشوری بزرگ اردوی ترک‌ها روح بلند شدند و بومن منفعت حامی خیش جوجنها را به اینابت نگرفته شاید پنهانی به پایتخت رقیب آنها امپریای غربی وی شهری چنعن سفارت جوابی فرستاد. ولی بومن خوب درک می کرد که با نیروی حربی نچندان زیادش و مقابل سپاه افزون جوجنها استادگری کرده نمی تواند. از قضای تاریخ سال 550 سپاهی بی ترتیب قبایل تلیوت‌های غربی که از فشار و اسارت جوجنها به تنگ آمده بودند به مقابل آنها شوریده به سمت خلخه حرکت می کردند. هنگامی که آنها در نیمه راه بودند از دره‌های مضافات گابی آلتای لشکری سواره زره پوش و نیزدار ترک ها یک بار حمله آورده سپاهی بی نظامی تلیوت ها را مطیع نمود. بومن از حساب طایفه سرشماری تلیوت ها که بر رقیب دیرینه‌اش جوجنها عداوت زیاد داشتند دسته های منظم و مشق دیده جنگاوران را تأسیس داده با نیروی کافی حربی بهانه جنگ می جست. او قصداً به خان جوجنها انخوان تکلیف نمود که به او دخترش را بزنی دهد. از روی رسم کوچمنچیان این ازدواج نفوذ او را با مرتبه خان جوجنها برابر می کرد. از این خواستگاری گستاخانه خان جوجنها رنجیده معدن گدازی بیچاره من دعوای خواستگاری ملیکه دارد گویان بومن را تحقیر می نماید. بومن بهانه مناسب یافته در حال وکیل پاسخ آورده جوجنها را قتل می کند. سپس رابطه را با خاندان غربی وی باز هم استوارتر نموده سال 551 ملیکه این خاندان چنلی را بزنی می گیرد که این عمل نفوذ و اعتبارش را در میان تمام کوچمنچیان می افزاید. بومن زمستان سال 552 به جوجنها حمله برقوار آورده آنها را شکست می دهد و خان مغرورشان انخوان از این باختی شرمنده‌بار خودکشی می نماید. با همین طایفه ترکیوت‌ها به جای حامیشان جوجنها به صحنه سیاست و دولتداری آمده مال و ملک و قلمرو آنها را صاحب شدند. ترکیوت‌ها بعد مغلوبیت جوجنها به ضبط نمودن همسایه کشورها سر کرده از سال 554 به تأسیس دادن امپریای پهناوری خود شروع نمودند. خاقان نوی ترکیوت‌ها مغان خان بر سر محاربه و مدارا و عهدنامه سودبخش با امپراتوران چین به خصوص با امپریای چژاو هر سال 100,000 پارچه متاع شاهی می گرفت. به قول اکادمیک باباجان غفوروف حاکمی ترک ها بومن اول تله نام قبیله را مطیع ساخته قوت گرفت و بعد ضد اتحاد قبیله های جاجها، جوجنها،
که تا این دم به ترک ها حکمرانی می کردند به جنگ در آمد. وسعت من بعده این دولت در دوره یکی از ولیعهدهای بومان خاقان موهان سالهای 553 572 خیلی اوج گرفت. با لشکری که سوی غرب رهسپار گردید برادری موهان استیم سروری می کرد. سال 555 وی به دریای غربی رسید. احتمال بحری ارل باشد. کتیبه کلانی کلتیگین خبر می دهد که آنها یعنی موهان و استیم خلق خود را تا تگی تیمور قپیق مسکون نمودند. استیم خاقان که برادر خردی بومن بود و سر اول به 10 پیشوای قبیله فرماندهی می کرد، دیرتر صف جنگاورانش را به 100,000 رسانیده طی سالهای 555 558 در جریان تاخت و تاس و تعقیب اورهای و اوگارهای و استرگارها به قسمت‌های شمال آسیای میانه وارد شده با سپاه توانای هیتاریان برخورد. هیتاریان که در انتهای عصر 5 و ابتدای عصر 6 به حکمران یگانه آسیای میانه تبدیل یافته، اکثر مضافات‌های ترکستان شرقی و قسم شمالی هندوستان را تحت وصایت خود آورده بودند. پدید آمدن رقیب نو استیم خاقان و تاخت و تازهای غارتگرانه اردوی ترک ها را در کنارهای رود سیر و ماورای ارل به آسانی تحمل کردن نمی توانستند. موافق معلومات فردوسی در شاهنامه، خاقان چین یعنی خاقان ترک ها به گلزریون دریای سیر از آن سوی چاچ رسیده جرأتی نداشت که با تنهایی به سرزمین حاصلخیز و پرفیض هیتاریان لشکر بکشد. بنابراین او با شاهنشاه توانای ساسانیان خسرو انوشیروان قرابت جسته، به حضورش کاروان عبارت از 10 اشتری پربار، تکاوران تیستک و دیبای چین و دیگر هدیه ها آراسته با سروری مرد خیردمند و جهان گشته فرستاد. سپهدار با لشکر و گنج و تاج به گلزاریون بود از آن سوی چاچ. خردمند خاقان بدان روزگار همی دوستی جوست با شهریار. به آغاز آن آشنایی نخوست همی از رد و موبدان رای جوست. یکی هدیه آراست پس بی شمار همه یادگار از دری شهریار. زی اسپان چینی و دیبای چین، زی تخت و زی تاج و زی تیغ و نگین، زی دیناری چینی زی بحری نثار، به گنجور فرمود تا 30,000. بیاورد و بر هدیه ها یار کرد، 10 اشتر ز گنج و درم بار کرد. سخنگوی مرد بجست از مهان، خردمند و گشته به گرد جهان. بفرمود تا پیش او شد دبیر، ز خاقان چین نامه بر حریر. نبشتند بر سان ارژنگ چین، سوی شاه با 100,000 آفرین.
ولی پادشاه هیتاریان غاطیفر از این قضیه قرابت‌جویی رقیبانش آگاه شده فرمان می دهد که کاروانی حاملی هدیه ترک ها را هنگام عبور مرز کشورش غارت نمایند و سفیران و راهبلدان را سرزنند. با امری تصادف سواری از این دست رهیده خبر را به خاقان ترک می رساند. چو آگاه شد از کاری خاقان چین وزان هدیه شاهی ایران زمین، ز لشکر جهان دیدگان را بخواند، سخن سر به سر پیش ایشان براند. چنین گفت با سرکشان غاطیفر که ما را بد آمد ز اختر به سر. اگر شاهی ایران و خاقان چین بسازند و از دل کنند آفرین، هراس است از این دوستی بهر ما، بدو روی ویران شود شهر ما. بباید یکی تاختن ساختن، جهان از فرستاده پرداختن. به قول مورخ رومی میناندر، خاقان ترک ها از این سوی قصد ناگهانی پادشاه هیتاریان آگاه شده از تعقیب اورهای کوچی دست می کشد و چنین اظهار می نماید: اورها پرنده نیستند که به آسمان پریده از دم شمشیر ترک ها برهند. آنها ماهی نیستند که به دریا غوطه زده در عمق آن پناه برند. آنها در روی زمین آواره و سرسام شده می گردند. همین که قضیه جنگ را با هیتاریان خاتمه بخشم، به اورها حمله می آرم و آنها از چنگ من نمی رهند. در همین دوره، یعنی سالهای 560، خسروی انوشیروان مناسبتش را با امپراتوری روم یوستانیان نسبتاً بهتر کرده میل صلح و سازش می نماید و برای بستن اتفاق با خاقان ترک ها کوشش می سازد. کاروان تحفه های 1 سال مقدم فرستاده خاقان استیم به خسروی یک انوشیروان نرسیده باشد هم، ولی غریزه کشورکشایی و منفعت‌های مشترک آنها را با هم نزدیک و اتفاقچی می‌گرداند. تاریخ طبری نیز درباره اتحاد میان خاقان ترک و خسروی انوشیروان و بر اثر این اتفاق حربی و خویش و تباری شکست خوردن پادشاهی حیاتیله چنین خبر می‌دهد: و چون مملکت به انوشیروان شد، آرزو آمدش که به بلخ شود و ملیک حیاتیله را بکشد، آنکه فیروز را کشته بود، و تخارستان و غرجستان بکشاید. و زمین بلخ با زمین ترک نزدیک بود و میان خاقان و انوشیروان دوستی بود. نخست به خاقان کس فرستاد و دختری او را به زنی خواست و بسیار خزینه کرد تا دخترش بیاورد و با خاقان عهد کرد. پس از آن به 1 سال نامه نوشت و از او سپاه خواست برای کاری ملیک حیاتیله. خاقان سپاهی بسیار از ترکستان بفرستاد سوی بلخ و انوشیروان سپاه بکشید و به بلخ شد و از یک سوی ترک اندر آمد و سپاه حیاتیله را در میان گرفتند و ملیک حیاتیله را بکشت و خواسته های او همه غارت کرد
و پادشاهیش غارت کرد. همین طریق با میل و کوشش‌های خاقان ترک ایستیم و شاهنشاه ساسانیان خسروی انوشیروان عاقبت سال 560 سازشنامه محاربه مشترک بر ضد هیتاریان بسته شد و هر دو جانب به آمادگی حربی و تیاری به نبردی شدید شروع نمودند. پادشاه هیتاریان قاطفر می بایست نه تنها بر ضد دشمنان آشتی ناپذیرش شاهنشاه ساسانی و خاقان ترک ها مبارزه برد، بلکه قدرت و نفوذش را در کشورهای ضبط نموده هیتاریان در هندوستان شمالی از دست ندهد. باری دیگر یادآور می شویم که دست نشان هیتاریان تارمان، مخیرکول و وارثانش همراه امپریای گوپتای هند چندین نبردهای شدید را به سر برده، عاقبت در درگیری های نیمه اولی عصر 6 نفوذ خود را در کشمیر و پنجاب از دست دادن نمی خواستند. از این لحاظ قاطفر مجبور بود که موقع خود را در 3 جبهه نبرد به مقابل لشکری افزون 3 رقیبی توانا ساسانی ها، ترک ها و هندی ها از دست ندهد. نهایت سال 562 خسروی انوشیروان با امپریای روم برای 50 سال آینده شرطنامه صلح می بندند و از رقیبان احتمالی خاطر جمع گشته سپس به نبرد ضد هیتاریان آمادگی می بیند. چنان که در بالا از روی معلومات تاریخ تبری دیدیم، خسروی انوشیروان سیاست خارجیش را با غایت زیرکی پیش برده، با خاقان عهد بست و بعد 1 سال نامه نوشته از او سپاه خواست برای کاری ملیک حیاتیله. گذشته از این، هیئت سفارت ساسانیان سال 555 به شهر چنن چین یعنی پایتخت امپراتوری غربی وی راه یافته همه گونه امکانی اتفاقچی و شریکی نبرد جستن را برای هیتاریان بست. هم امپریای توانای روم، هم خاقان ترک ها، هم امپراتوران چین با ساسانیان عهدنامه صلح و رابطه مصالحت آمیز داشتند. فرصت مناسب ستانیدن قصاص برای کشته شدن پیروز، سالهای زیاد دادن تاوان جنگ، دخالت هیتاریان به تخت و تاج ایران و سیاست دولتداری آن و دیگر کینه‌های دیرینه رسیده بود. خاقان ترک ها استیم از تیاری سپاه خسروی یک بر ضد قاطفر الهام گرفته و قول فردوسی تمامی سپاهش را از چین و خوتن و قاجرباشی گرد آورده اول به چاچ و سپس به گلزریون حمله می آورد. شنونده های گرامی، شما گفتاری 72 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.